در باغ حیوانات شهری دوشنبه یک شیر و یک خرس در ماه ایون به هلاکت رسیدند. ماموریت باغ بعد از این حادثه ها سید جمال آرزویف یک مسئول امنیت و نظارت حیوانات وحشی را از کار رانده است. اولش که یکم بار مثال در نیمه اول ماه ایون ده همینجا به همون حالت آورد که یک حالتی حزن‌انگیز افلاس هر وقتا کرم زدگی بود. برای مجبور شدیم مدیر شعبه را از استراحت می‌دیم بازخوان کردیم. برای همون در مجلس همون مهمه در حسابات دادن همونجا آگاهیش دادن آگاهی قطعی دادن که اگر یگان گناهی کردیم و همین نگاه کرد روز 29 ایون ده دو سر خرسه اون استودگی داشتیم همونو را ای کلیدکا سر میده این همی راه رفته و خرسا حرکت میرن که اینجا بگذارن ای مولای همین بگذارن بیرون بگذارن داد میزنه بعد آدما میآیند یاردمش میدن. خرس ناخن سفید را که یک دستش کرم زده و علاج طبابت نداشته است از ولایت بدخشان به این مکان آوردند. شیر 7 ساله افریقایی که از باغ حیوانات تاشکند بعد دوشنبه آوردند. بعد جنگ با شیر دیگر زخم‌های مرگاور برداشته است و او را نیز از مرگ نجات دادن نتوانستند. مرا در مرگ شیر 7 ساله که امروز من و اخرانیک نداریم آمد بگه ساعت نیم 6 خستم 6:25 خستم رفتم خانه پگاه سری آمدم جان میکنم خیرش 9 ساله بالا امی خیلم اینا در مدت در جای مینا مرا گناهکار میکند و میگه که شما را استاتیقی سر میکنیم. با در نظر داشت این حادثه ها مسئولان باغ گفتند هر کارگری که به خطا راه میدهد از کار رانده می شود. باغ حیوانات دوشنبه در مساحت 5 هکتار در مرکز پایتخت جایگیر است و 10 نوع جانورهای نادر در آن نگه داشته می شوند. مقامات می گویند قرار است باغ حیوانات از اینجا به یکی از گوشه های شهر کوچانده شود.